بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جستجوگر. فرزانه هستم، مجری برنامه پرواز اندیشه. از حالتان پرسم، حالتان خوب است؟ امروز با یک برنامه زیبا و جذاب در پرواز اندیشه با شما خواهم بود. برنامه امروز ما در رابطه با منظومه شمسی است که ما در مقابل این منظومه آنقدر کوچک هستیم که شاید به اندازه نقطه‌ای در آن باشه و یا اصلاً دیده نشویم. در این منظومه شمسی سیاره‌های وجود دارند که یکی از آنها زمین است که ما در آن زندگی میکنیم. نام سیاره‌هایی که در منظومه شمسی قرار دارند این است: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، کیوان، اورانوس و نپتون. عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید و همچنین کوچکترین سیاره در منظومه شمسی است. عطارد تنها در 88 روز زمینی مدار سالانه خود را تکمیل می‌کند. چقدر جالب است! سیاره زهره یا همان ونوس دارای اتمسفر ضخیم است که بیشتر از 96% آن از دی اکسید کربن تشکیل شده است. ونوس یا زهره نام خود را از الهه عشق و زیبایی روم باستان گرفته و سیاره خواهر زمین نامیده می شود. از نظر اندازه و گرانش، زهره نزدیکترین سیاره به سیاره زمین است. سیاره زمین حدود 71% از سطح سیاره زمین با آب پوشیده شده است. زمین تنها سیاره در منظومه شمسی محسوب می شود که مقدار قابل اندازه‌گیری از آب را دارا است. سن سیاره زمین حدود 4 میلیارد سال ارزیابی شده است. جو زمین بالاترین بخش تشکیل دهنده کره زمین است. مخلوطی از گازها که شامل نیتروژن 78%، اکسیژن 21% و آرگون و دی اکسید کربن حدود 1% است. اتمسفر زمین از سطح زمین آغاز شده و تا ارتفاع 10,000 کیلومتر یا 6,200 میل ادامه دارد. 99% از جو زمین در فاصله 30 کیلومتری از سطح آن قرار دارد. اگرچه سیاره‌های دیگری منظومه شمسی نیز هواکره دارند، ولی جو زمین تنها جوی است که از زندگی موجودات زنده پشتیبانی می‌کند. سیاره بعدی که سیاره مریخ است، به نام سیاره سرخ هم نیز شناخته می شود. منزلگاه اولمپیوس منز دومین کوه بلند شناخته شده در منظومه شمسی است. سرخ دیده شدن مریخ به واسطه تراکم بالای اکسید آهنی است که روی سطح آن یافت می شود. سیاره مریخ دارای 2 ماه کوچک با شکل نامنظم به نام‌های فوبوس و دیموس است. سیاره مشتری. سیاره مشتری سومین جسم درخشان در آسمان پس از ماه و زهره است و می تواند نور کافی برای سایه انداختن روی کره زمین را ایجاد کند. مشتری یک غول گازی است و بزرگترین سیاره در منظومه شمسی محسوب می شود و طوفان عظیم در آن گردش می کند. مشتری به واسطه لکه بزرگ سرخ خود که در حقیقت طوفان عظیم است شهرت دارد. این سیاره بزرگترین سیاره در منظومه شمسی محسوب می شود. سیاره کیوان یا همان زحل. این سیاره به واسطه حلقه هایی که اطراف آن را فرا گرفتند مشهور است. این حلقه ها بیشتر از یخ، سنگ و غبار تشکیل شده اند. یک گردش کامل زحل به دور خورشید حدود 29 سال زمینی طول می کشد. زحل دارای 62 ماهی شناخته شده است و یکی از آنها به اندازه بزرگ است که دارای اتمسفر مختص به خود است. این تنها نمونه در نوع خود در منظومه شمسی محسوب می شود. سیاره اورانوس یا اوران.
اورانوس به عنوان یک غول یخی شناخته می شود و تنها سیاره در منظومه شمسی است که از نام یک خدای یونانی به جای یک نام رومی بهره می برد. اورانوس اندک کمتر از 3 میلیارد میل از خورشید فاصله دارد و اطراف یک محور موازی گردش می کند. این به معنای آن است که هر قطب اورانوس روزها و شبهایی که 42 سال زمینی طول می کشند را تجربه می کند. از نظر فاصله اورانوس 7مین سیاره از آفتاب محسوب می شود، لیکن دارای سردترین اتمسفر با دمای منفی 350 درجه فارنهایت یا برابر منفی 176 از 7 درجه سلسیوس است. سیاره نپتون. نپتون نام خود را از خدای دریا در روم باستان گرفته و دورترین سیاره به آفتاب محسوب می شود. نپتون در سال 1989 توسط کاوشگر فضایی ویجر مشاهده شد. این کاوشگر فضایی 12 سال پیش از آن تاریخ توسط ناسا پرتاب شده بود. نپتون نخستین سیاره بود که به واسطه پیشبینی‌های ریاضی به جای مشاهده مستقیم کشف شد. الکسیس بوار، این دانشمند، متوجه اختلافی در مدار اورانوس شد که خیلی زود با حضور نپتون توضیح داده شد. دیدید دوستان، همه اینها از لطف و رحمت خداوند است. چقدر جالب و عجیب است. دوستان عزیزم، برنامه امروز ما هم به پایان رسید. امیدوارم برنامه امروزمان برایتان جذاب باشد. تا یک برنامه دیگر، خدا نگهدار.